سلام به همه دوستان عزیز. تو این ویدیو میخوایم بریم اجرای یک نوجوان ایرانی رو ببینیم به نام علی طوبایی که با صدای بی‌نظیرش توی برنامه عصر جدید واقعا کولاک میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید و ازش لذت ببرید. این مثلا میخوام یه چیز سخت، مثلا توی یه دستگاه ایرانی نمیدونم اصفهان شور هست، خب برای من میتونی یه بخش از این دستگاهو بخونی؟ بله چشم. خودت چی راحت تری؟ همون شور رضوی میخونم. اوه سخته کاره؟ بله خیلی سخته. منو به هیچ بزادی من هنوز برانم، منو به هیچ بزادی من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. یعنی دیگه الان لوری میخونی دیگه؟ بله. برو بریم. آذری هم میتونی بخونی؟ بله. میتونی؟ واقعا؟ آقا الکی نگو. الکی میگی؟ آذری میتونی، ترکی میتونی بخونی؟ ترکی میتونی بخونی؟ بله بله. ببینیم تو ترکی میتونی بخونی. الکی ادعا میکنه واسه Fikrimden geceler yatabilmirem, bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki senem çatabilmirem. Ayrılık ayrılık aman ayrılık, her bir derden ola yaman ayrılık. من که واقعا لذت بردم از همچین صدایی. مخصوصا اونجاش جالب بود که احسان علی خانی میگفت با هر لهجه‌ای که میتونی برامون ترانه رو اجرا کن. با لهجه ترکی لوری اون پسر نوجوانم با توجه به استعدادی که داشت اونا رو اجرا میکرد و همه تماشاچی‌ها دیدیم که چجوری ما تا مبهوت صدای این پسر نوجوان شدن. حالا من نمیدونم به چه دلایلی برنامه عصر جدید متوقف شد، ولی یک برنامه فوق‌العاده بود که میتونست همچنین استعدادهایی رو پرورش بده و آیندهشون رو بسازه. پیج این پسر رو من تو قسمت دیسکریپشن پیج اینستاشو میذارم، میتونید به پیجش سر بزنید و ازش حمایت کنید و اینکه دوستتون دارم. مرسی که منم حمایت میکنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.